تعداد زیادی از مردم در نماز جنازه او مردم نیت یاد بگیرین، نیت کردم. کی گفته گپه؟ از چیا کدین ره؟ در کدام کتاب خواندی که از پیش تو خواندی از پیش متیر شده؟ اسلام سفید شده هنوز معنای تحیات نمیفهمد. ایاک نعبد و ایاک نستعین در نماز میخواند، ولی وقتی که موترش تکر بکنه باز یا پیر صدا میکنه. تو مسلمان هستی؟ یک سوال از شما بکنم، من حیث یک مسلمان الله رو میشناسین؟ کسی که مواد فروش است، کسی که شراب فروش است، ازشان پرسان بکنین بگین رازق کی است؟ چی میگه؟ میگه رازق الله است. اما ایگه در قلبش نشسته هنوز. اگر غیر از رمضان پنجشنبه ها و دوشنبه ها را روزه بگیری، غیر از رمضان تاسوعا و عاشورا و روزهای دیگه ایام بیز روزه بگیری، ولی شب هم کلش در تهجد بخوانی، در تهجد بگذرانی، هر شب اشکات بریزنی، و قسم بالله است که از نظر عقیده و باطن درست نباشد، این ظاهر آرایی تو را به جنت نمیبرد. تا وقتی که الله را درست نشناختیم نمیتونیم الله را درست عبادت بکنیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که به تو نفع نمیرساند، نه مال و نه اولاد. دو چیزی که تو در دنیا سرش افتخار میکنی و دلت به او تکیه است، یکی مال است، یکی اولاد. الله میگه روزی را سرتون میارم، یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که به تو نفع نمیرساند، نه مالت نه اولادت. در دنیا نفع میرساند، در دنیا مال تو برای تو نفع میرساند، به شرطی که درآمدت هم حلال باشد و در راه حلال هم مصرفش بکنی. اما روزی که درآمدت حلال نباشد، از راه حلال درآمد نداشته باشی، در میدان محشر استادت میکند الله سبحانه و تعالی. وقتی که در میدان محشر استاد کرد، 4 تا سوال در میدان محشر پرسان میشه، 3 سوال هم در قبر. به 7 تا سوال آمادگی به کار است. 7 تا سوال را که من و تو مسلمان اگر جواب دادیم جای ما جنت است. حالا برای 7 تا سوال آمادگی به کار است دیگه. 3 سوالی در قبر پرسان میشد، من ربک پروردگارت کیست؟ یک سوال از شما بکنم، من حیث یک مسلمان الله رو میشناسین؟ یک شناخت تقلیدی افغانی است. برین شما از دوست پرسان بکنین، از راهبر، از کسی که راه قطاع طریقی میکنه، کسی که دزد است، کسی که مواد فروش است، کسی که شراب فروش است، ازشان پرسان بکنین بگین رازق کی است؟ چی میگه؟ میگه رازق الله است. اما ایگه در قلبش نشسته هنوز. مردم میگه ما الله را میشناسیم، الله رازق است، ولی دستش به طرف خیانت و جنایت میرد. به این است که تو الله را نشناختی هنوز. اگر غیر از رمضان پنجشنبه ها و دوشنبه ها را روزه بگیری، غیر از رمضان تاسوعا و عاشورا و روزهای دیگه ایام بیز روزه بگیری، ولی شب هم کلش در تهجد بخوانی، در تهجد بگذرانی، هر شب اشکات بریزنی، و قسم بالله است که از نظر عقیده و باطن درست نباشد، این ظاهر آرایی تو را به جنت نمیبرد. مشکل ما مشکل اعتقادی است. بزرگترین مشکلی که در جامعه افغانی ما میبینیم مشکل اعتقادی است. از قبرها معبود ساختن. از قبر معبود نسازین. مشرکین مکه بت‌هایی را که ساخته بودن، از چوب و از سنگ و از خرما بت ساخته بودن و او را عبادت میکردن. اما تفکرات درونیشان تبدیل به یک بت شده بود. ولی متاسفانه ما افغانان در درون خود بت‌های درونی داریم. بت‌های درونی چی را میگه؟ تکبر یک بت درونی است و نمیمونه که تو به حق برسی. تعصب یک بت درونی هست. تا زمانی که این بت‌های درونی را شما خود نابود نکردین ما به جنت نمیرسیم. 124,000 کم مجاهد پیامبر الله روان میکنه. به خاطر چی؟ ولقد بعثنا فی کل امه رسول ان اعبدوا الله. ای مردم الله را عبادت بکنین. از قومتان معبود نسازین، از تنظیمتان معبود نسازین، از گروه و از قریتان، از قبرهاتان معبود نسازین. معبود یکی است، او الله است. این خیلی انسان باید متوجه باشد. تا وقتی که این بت‌های درونی من و تو خرد و نابود نشدد ما نمیتونیم موحد واقعی باشیم. الله میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون. اما اگر مالت در دنیا در راه الله به خاطر الله مصرف کردی، در آخرت سبب نجاتت میشه باز. پس ما باید اولین کاری که بکنیم تا در اینجا کامیاب شویم الله را درست بشناسیم. من ربک پروردگارت کیست؟ شاید ظاهرش برای من و تو خیلی سوال ساده معلوم میشد، ولی یک انسان مسلمان اگر در دنیا ربش درست شناخت و او را درست عبادت کرد و صفاتش درست شناخت و در صفات الله سبحانه و تعالی مخلوق شریک نساخت، با در اینجا جواب داده میتونه که ربی الله، پروردگار من الله هست. بین از اینجا شروع بکنیم، اول الله را درست بشناسیم. تا وقتی که الله را درست نشناختیم نمیتونیم الله را درست عبادت بکنیم. پیشتر در مسجد بعد از اینکه نماز جنازه خوانده شد،
من نماز پیشین نخوانده بودم، آمدم که نماز پیشین بخوانم، دیدم یک برادر در سر سنگای استاد است نماز میخواند. خوب نگاش کردم. بعد ندای مسئولیتم بود و ایمانم اجازه نداد که برش نگویم. رفتم برادر گفتم می رقم نمازی که تو بخواندی خواندن و نخواندنش یکیست. یک شخصی به مراتب دیگه که بهتر در پیشروی پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز میخونه، پیامبر صلی الله علیه و سلم برش گفت که ارجع فصلی فانک لم تصلی، برو نماز بخوان که تو نماز نخواندی. چقدر ما دین برای مردم سخت معرفی کردیم. بارها مردم را دیدیم که در نماز جنازه شرکت کرده، در گوشه استاد بوده. چرا نماز جنازه نمیخونی؟ ولی میگه من نیتش ندارم، نیتش یاد ندارم. کدام نیته؟ مگه تو از خانه به چی نیتی آمده اینجا؟ چرا دین برای مردم سخت کردیم؟ چرا در حق تو خیانت شدت؟ تعداد زیادی از مردم در نماز جنازه او مردم نیت یاد بگیرین، نیت کردم. کی گفته گپه؟ از چیا کدین را؟ در کدام کتاب خواندی که از پیش تو خواندی از پیش متیر شدت؟ متاسفانه در حق ما خیلی خیانت شدت. دین درست به ما نرساندن. از منبع اساسی خودش که قرآن و سنت دین به ما نرسید. درس قرآن و سنت در مساجد ما نیست، درس عقیده در مسجد ما نیست، درس فقه در مسجد ما نیست، درس سیرت پیامبر در مسجد ما نیست. ملت دین چطور یاد بگیرد؟ ریشش در اسلام سفید شده، هنوز معنای تحیات نمیفهمد. ایاک نعبد و ایاک نستعین در نماز میخواند، ولی وقتی که موترش تکر بکنه باز یا پیر صدا میکنه. تو مسلمان هستی؟ دین میره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین در نماز میخوانی یعنی چی؟ مسلمانی که 60 سال زندگی کرده هنوز ایاک نعبد و ایاک نستعین نمیفهمد. وقتی که جنازه میخوانیم، این جنازه رو خود دلوگر خود دیدم خیلی الله اکبر الله اکبر، فقط یک دقیقه طول نمیکشه. او مسلمانی آدم 60 سال زندگی کرده، 70 سال زندگی کرده، 70 سال گناه کرده. ده 70 سال گناه تو میخوای در نیم دقیقه الله ببخشد؟ او مسلمان نیم ساعت برش دعا بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم جنازه یک کسی را میخواند. صحابه میگه به اندازه پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز جنازه برای دعا کرد. و صحابه میگه ما آرزو کردم کاش که ما به جای مرده می بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینقدر دعای طولانی کرد. او صحابه است. بر افغانا خو باید 3 تا دعا شود. بر نماز جنازه ما چقدر طول میکشه؟ قسم بالله که یک دقیقه طول نمیکشد. یعنی چی؟ یعنی دل ما بر مرده نمیسوزه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر خلاص. چرا دین یاد نمیگیریم؟ چرا متوجه نیستیم؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. امورات دنیا رو خوب میفهمیم ولی آخرت فراموش کردیم. بس بین به خاطر شناخت الله قدم برداریم، الله را درست بشناسیم و الله را درست عبادت بکنیم و صفات الله را به مخلوقات الله ندیم. از مخلوق معبود نسازین. اگر امیر رقم شدیم با در اینجا جواب داده میتونیم که ربی الله پروردگار من الله است. سوال دوم،